سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ضمن از آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه ما و شما در درگاه خداوند عزوجل در شب دوم از ماه مبارک رمضان قرار داریم. معمولا شب‌های اول صرف یادآوری در باب فضیلت ماه مبارک رمضان میشه، چرا که انسان از اسمش هم مشخص، انسان یعنی نسیان، نیاز به یادآوری و تذکر داره، تا جایی که خدا عزوجل اسم قرآن رو هم ذکر گذاشته، یعنی یادآوری، آنچه که قابل بازگو کردن و تذکره. گویا که مفاهیم ناب قرآن در وجود ناخودآگاه انسان وجود داره، ولی انسان در واقع با مطالعه قرآن همه اونها رو یک بار دیگه یادآوری میکنه برای خودش. منهای بحث احکام و قصه هایی که در قرآن هست و مسائل این چنینی. خداوند در آیه‌ای که مربوط به روزه است چنین فرمود: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای کسانی که اهل ایمانید، روزه بر شما مثل امتهای قبلی فرض شده، واجب شده، تکلیفی از طرف خداست. لعلکم تتقون، فلسفه‌ش هم اینه که، علتش هم اینه که شما به تقوا برسید، متقی بشید. لعلکم تتقون، هدف خداوند از این که شما روزه‌داری رو انجام بدید، این اطاعت و این عبادت طولانی از اذان صبح تا اذان مغرب رو انجام بدید، خسته کردن شما نبوده، این که گرسنه‌تون نگه بکنه نبوده، فقط تشنه بشید نبوده، بلکه همین موارد برای رسیدن به چی بوده؟ به تقوا بوده. اما تقوا چیست که همچون سفینه نجات دنیا و آخرت انسان رو از نظر خداوند میسازه؟ از نظر الله عزوجل تقوا تنها وسیله سعادت انسان در دنیا و آخرت. انسان‌های متقی هستند که میتونن محبوب خدا بشن. والله یحب المتقین. آدم‌های متقی هستند که معیت و پشتیبانی خدا همیشه دنبالشونه. الله مع المتقین. انسان‌های متقی هستند که اصلا گویا کل نتیجه و کل محصول زندگیشون به خیر و خوبی با این وسیله اتفاق میفته. عاقبتی که در انتظارش هستن رو با تقوا روشن میکنن. فرمود والعاقبة للمتقین، نتیجه، پاداش، عاقبت خیر، جنت و رضوان خداوند در گروه تقواست. این تقوا چیست که همه خوبی ها در گروه اونه، من جمله فلسفه روزه‌داری. لعلکم تتقون، ای انسان مؤمن روزه بگیرید تا متقی بشید. مثل اینکه خداوند عزوجل خواسته که اراده کرده که ما در یک فرایند اجباری، چون پذیرفتیم بنده خدا هستیم، به صورت واجب روزه‌داری بکنیم تا به تقوا برسیم. اما این تقوا چیست و چه کاربردهایی داره؟ چی درش هست که خدا به صورت خصوصی به پیامبرم همین رو میگه: یا ایها النبی اتق الله. بدون هیچ تعارفی خدا به پیامبر امر میکنه که ای نبی، یعنی ای کسی که آخرین رسالت به عهده توست، تو محبوب ترین شخص نزد ما هستی، اما اتق الله، امر به تقوا. مثل که به همه مؤمنین میفرماید اتقوا الله یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، دستور به همه میده. و این تقوا چیست که نزد خداوند معیار بهترین و درجه بندی شدن انسان نزد اوست. یعنی بهترین انسان ها معیارشون نزد خداوند، خدا با محک تقوا اونها رو نمره میده، اصطلاحاً امتیاز میده. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بهترین شما، گرامی ترین شما، متشخص ترین شما نزد خداوند متقین هستند، کسی که تقواش بیشتره. و این تقوا چیست که خدا در سوره لیل ابوبکر صدیق رضی الله عنه و ارضا رو متصف به اتقا میکنه و سیجنبها الاتقا. این همه توصیف داره او،
رضی الله عنه، ولی تقوا رو پیش میکنه. نه که فقط متقی است، میفرماد او اتقاست، یعنی با تقواترین امت بعد از رسول الله علیه السلام. و همین موارد تقوا مگر چیست؟ انشاءالله برای آینده و جلسات بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.